herkese. Herkese. بالاخره بچه ما شروع کنه که قصه مضمون باید کم که دستا بیا مردم نه یا آسه و تارا وشی چه پشت ادراج و در رسینانی کتو پشت درک که جا پشت درک که رفت آهسته نزدیک چراغان رسیدی که را جدول آب پرشی حریره پچه کتگو ریحان جادو حرامزاده و لباسام مرسیم شما نازک لباس هستن شبا وابسن مرسیم پشتگی وجه سویل وزیر هم نا حرامزاده کر دستان نشتگی یه جنک آبتاب رنگی وشی روچ رنگی هم با شمعه دیگه ساکی انشانی دو جنک دیگه نشتگن ساز سرنا جنگن تماکچا و دپ جنگن تماکچا تنبورگا چیه وشیم شی جنگن دول جنگن عیش تاجرانه مشغول آجا امیر ارسلان در تاریکی تو که پناه درچ که پشتا مشغول تماشایشان چارگه تماشا کنگا دیتی ریحانه با سویل وزیر گوشی تی بلا پا منی جانا چند شب هستین در ای باغ هسته منا مش آسا عشق وتی ما سوچه نگه سوچه گئے نه هرچه کام چطور طلب کنو وعده ده ولیکن سرا گردینه پدا بزن که این شپی دست چطور چست نکنو این بزم خلوت در این گوشه باغ چطور که به وصل تو برسو کاما منگه حاصل بکنه سهیل وزیرا دست به گردن دور داد و صورتی نجسیم شی نحسین چوکه تو گوشتی مالکا قربان ببون یک کاران دلخوشی و دماغ چاکین لوٹی من هم هوش حواسون پیش امیر ارسلان مادر به خطایی که عاقبت چطور بیتی ریحانه گوشت خاطر جمع ببه 100 سال دیگه در ادا ببه ارسلان که سال هستیم دست پلکه هم به تو نرسی 3 نفر خلیفه هم وطی دیمون داتنا 100 جانی اگه ببی یکی چاهم به در نتون بورده اگر آهم متونه کاری بکنه 40 روچ دیگه بعضای خداوند تمام ببی رو کاسه خاک در کاسه سرایی کنم سویل وزیر و شما هم 40 روچ دیگه صبر کنی من تا ارسلان و اقبال شاه و دیگران کشک مگندان دل و آرام نگیری ریحانه ساعت فکر کت برشی اگر این شپی سر امیر ارسلان و اقبال شاه ملک شاپور آصف وزیرا بیارون شرط کنه همه این شپی دست و بسال به گردن من در بیاره سویل وزیرا گوشت اگر تو واقعا
راست گوشه در صوب جان وتی پیدا کنم. ریحانه با کنیزا ساکی گوشت شتابان برو هما هنچو که کسی مفهمی حکه بلورین چه اتاقا بیاوری. کنیزم صورت اجل را چندان طولی نکشه که ترد. حکه بلورین در برابر ریحانه به زبین ایرکو. ریحانه وجه در حکه پچکو 5 دانه تخم کدو چه یک تخم کدو یک کیسه دیگه مقدار خاک نرم در نی آورد. زمین سر رد کندی اسم وانتی با خاکا دمی کو. تخم کدوما در خاک توکا کشتندی اسم وانتی که باهانی دم کو. یه دستپور آب چه جوا زورتی آن سرا رد کی. مشغول سحر کنک بید. امیر ارسلان چه پشت درج کدی در هما ساعت 5 بوتا کدو سبز بید و گل کد. 5 دانه کدو داد به شکل مردم سر تا پاد به دست داشت باشی. کدوما مزن بیتا. ریحانه کدوما چتا آورتا برابر سهیل حرامزاده دیما ایر کتا. ورچی قربان ببون کلمدانه چه جیبا در نبیار. اسم هر کجا یک کیگا که لوٹه با پیشانی کدوانگا بلک و گردن آهانگا بجا. همه که سر کدو برد بیتا برتن به اسم هر کس که بی صاحب هر کجای عالم ببی سر چای بدن جدا بید و کشک بنده. سهیل وزیر به کدما ریحانه کبت گوشتی ملکه قربانت بمون تا که یک کارم بلد بیتگه پرچی اشته خداونده بکشم پرچه زیدتر علاجی حرامزادگه نکد. و با ذوق تمام کلمدان چه جیبا در نیک آرد و پیشانی کدوان که بلک بنویسی آچه جان امیر ارسلان دارد. گومت گو نامرد یہ تمام زحمت کشته آخر به این مبتی در دست یه حرامزاده کشک ببه. پارکلکا یک بار دیگه هم مگنده اش چه چما آیه خلقه جت و سری به طرف آسمان چست کو. چه ته دل چه خداوندا چه دعای کد. دستی با پشت سرا برد کمانی وجه دیما آرد قربان نجات داد. یک تیر خندق چه تیرکشا به دری آرد چه چله کمان ایر کو. تخت سینه ریحانه حرامزاده به نظر گپتی در حالی که آی نشته بیتگه سهری کد شستی کد تیر ورش کنان رفت در میان دو پستان آی ورد یه مهره وشت پشت به در رفت. نعره کشتی که بلند بیت بر زمین آورد. امیر ارسلان مهما گرمی تیر دیگه به سینه سهیل وزیر جد چه پشت زبانی کشه. آی هم به درک واصل بید. رعد برق سایکه توپان برپا بید. بعد 3 ساعتی که آرام گفت امیر ارسلان چه باغ و امارت اثری ندید و تا من در صحرای سبز و خرمی دیدی که لاش ریحانه و سهیل وزیر کپتکتن و
که شکر خدای بجارد. آ شب ما هما بیابان بسری برد. همه که صبح بید روچ درد چه جاگه پا دکده ما خیابان ایرکو مدت 4 شبانه روچ راه رفت تا به پای میان کوه پاده هما کوه هما گار رسه. شکر خدای بجا آرد و بسم الله گوش کدمی مدهنه گاره ایرکو مگار مگازه وشی ایرکو به صورت عجل راه رفت در تاریکه نام خدا یگانه ورد زبان وتی کت نش شب چایی معلوم بین روچ و چهار شب تاری نه تشخیص دهگ نبود کار تو گوشی همچو تاره بازار مشکت ربط روشنایی چه برابر نمایان بید ظاهر بید کم کم روشنی مستر بید تا رسد به دهنه گار چه تاریکی در ناد سجده شکری بجارد لیکن دیگه چه شدی کیا تونیگی قوتی به دست پادا نمانتا بیتگه بسد گونه رنجو و تارا به لب چشمه رسند چند کپی آبی وارد مقداری میوه جنگلی چت وارد قوت قدرتی پیدای کو پادد در جنگلا ترگا لگه چمی به مرکبا وتی کپ که زن آیه واژگون بیتگه کپتگه و به چرای مشغولت کمند وشی چین خلکه چون زلپ دلبران کرد بر گردن مرکبی دور داد و برو کشید آی هم گبت و زنی اردکو و لگامی بسر داد جتی سوار بید و تارا به یک طرف جنگل جتی چو باز سرسر رو به شهری کت ملک جانشاه به شهر ملک جانشاه مرکبی تاخت هنچو رفت تا وقت غروب آفتاب به دم دروازه رسید جمع شهر با آفتاب جمال به مثال امیر ارسلان نامدار کرد همه که تمام شادی کنان و پریاد جنان به طرف شهر تدکن اقبال شاه و دگران وشی مژده داد که ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و ملک شاپور آصف وزیر و امیران سر پاد برهنه چو بارگاه در نا تدکن به استقبال اتکن تمام رکاب امیر ارسلان چوکت و امیر ارسلان تمام نوازش کتن تا به دهنه بارگاه رفتن امیر ارسلان چه اسبا مرکبا و تیگه وجه پیاده بید داخل بارگاه بید رفت به تختا نشت دگران هم جا به جای وقت آرام گرفتن شب به سر دست داد که چراگان بارگاه روشن کتن وجه چراگان شی به یک دم چنان شد جهان پر چراغ که در سینه شد تنگ جا به هر داغ بسا حسرت آن شب که پروانه بود که باید به 100 شمع یک جان سپرد امیر ارسلان به طرف ساقی پسران آفتاب طلعت امشب پریزاده اشاره که می به مجلس درآرد و ساگران بلورین چه شراب پر کتند زان می که مور ازو گر قطره‌ای خورد در حمله برکند چنگال شیر نر زان می که جسم ازو یکسر خرد شود نارفته در گلو نگذشته در جگر مطربان خوش علانه مشغول نواختن ساز و آواز رنگارنگین چنگ و ډول و سرناتا مشغول تن روگاتا و نی و ډول هر پیما جنگاتا ساز تار و سیتار و تنبور و سنتور و کمانچه و دپداپ و
تنبک و دولتن نغمه داودی موانگتن هنچین بزمی آرایش جهان پیر و ورنای وش بخاطر ماند ساکی ماروی مشکن میدن وش وجه مطرب بزلگویی خوش الحانه خوش آوازه شعر وان چوک سر امیرارسلان چه باده نابگر بیدی میگو ملک اقبال شاه کد ورس حمد کنو خدای که آقدر زنده منتم تا تمام دشمنان و تیگان و شمیگان دف بکنم به حمدلله دیگه دشمن پیش رو نیستن زحمتا هم منی به هدر نرفتگم ملک اقبال شاه گوشت قربان بگون شما تی تمام ما شکر کنیم که الحمدلله ای زحمت و سختی که در این مدت 3 سال با وجود عزیز تی جانا عزیزین تی واردات کن الحمدلله سلامت منته و با مقصود رستن هیچ زانه در این 3 سال چه هنران چه سر پنجه مردانگی تی به ظهور رستگن که یک چاها در 100 سال در قوت کسی نبیت کله با کله عپریتان و آهرمنان کاف بجنت سکه مردی در شرق و غرب عالم بجنت 100 سال دیگه در تمام خاک پریزاد شیران و نهنگان چه صلابت زحمه آبدارین تی واب راحت نیست نبیته هنو هم وقت نزانه که چیه کتا با ای تمام هم شکر کنه خدایی که وجود عزیز تی به سلامت منته و عاقبت به مقصود رسته راست گوشتند هر که تسلیم به فرمان قضا می گردد بر سرش ابر بال کشا می گردد بی ریاضت نتوان شهر آفاق شدن هر که لاغر شود انگشت نما می گردد یہ تمام هم گوشن جوان تا تمام زحمت مکشتیں و تمام سختی مشقت مدیتیں مرچی هم نتون تکته راحت بننده در تمام خاک پریزاد شهرت مردی و مردانگی شجاعتی پیچتا امیر ارسلان اگو بله هنچو هستیم بی زحمت نبیتن کسی به جای برسی در سایه ایوان سلامت ننشستیم تا کوه و بیابان مشقت نبردیم هلکس همه پیما صبح خبر کد دا 3 ساعت چه شپا گوست و سپره پچ کد امیر ارسلان گو پادشان سر سپره نشتن شام وارد بعد چای نوشگاه کاوا و کشگاه قدیان وش امیر ارسلان نامدار چه جاگه پادت به خلوت رفت امیر ارسلان بعد چه چند شب و روز خستگی راحت وقت دو کنیز ماه صورت و پریزاده در صوبه پادایی وشی مالتنت و پرت کنت در وقتی که کرس زرین آفتاب چه پشتا حجابگا سری در نارد عالمی چوتی نورا روشن کد دگر روز که این صبح گیتی فروز به فیروزی آورد شب را به روز دگر باره رسم ترب تازه کرد همه چهره خاک را گازه کرد امیر ارسلان سرچه بستر چست کد
به حمام رفت، سر کله ود سپاهی داد و لنات ودی پادشاهی پوشد، تاجی به سرای ایرکو و زهم زمرد نگار، همایلگر و خنجر زمرد نگار بر کمری جد. چون سرو آزاد و نخل توبه و بارگاه رفت، به تخت نشت پادشاهان و امیران تماما جا به جای وط نشتن بارگاه. سنبینک بید امیر ارسلان دیمگو امیران و ایوان اشراف مملکت جان کت و گوشتی جماعت، آیا من این مملکت به ضرب زحم و گفته یا مفت به این تخته نشتم؟ همگی چو برگ درخت با خاکه رد کن و عرضه کد. قربان به ما چه آفتاب چه روچه روشنتر هستی که به ضرب زحم و زور بازو این مملکت رو تسخیر کده. امیر ارسلان هم گوشت آیا چه شما دیگر کسی هستین که ادعای سلطنتی بی یا خیر؟ تمام هم گوشت قربان ببین ما را چه حد آکه که ای پیما چوشین خیال بکنه. هر کس هم تا بر ما بزرگ پادشاه کنه ما اطاعتی کنه، تا صبح قیامت نسل به نسل فرمان بردار آیه بین. امیر ارسلان گو پادشاه شما ملک آپاک مهمونیر هستین، ولیکن هنو جنین ملک شاپور جنین هستین. باید به شهر پازر بیایید. رای منی ای هستین که پیر زاهد به عنوان پادشاه و بزرگ شما چه طرف مامونیر نایب بیبیدین با خدای 18,000 عالم. اگر به قدر سر میده برخلاف رای پیرمرد عمل بکنی، مکان خاک بنی جان زیر و زبر کنم. زن و چوک تماما به خرابات ننده نوکشم. همگی عرض کو قربان به ما آچه به فرمای به جان و دل اطاعت کنی. اگر به مذهب تو خون عاشق است مبا، صلاح ما همه آن است که کان تو راست صلاح. هر کس با ما بزرگ و پادشاه کنه ما تمام قبولی داره و اطاعت کنه. خاصه پیر مرد زاهد که تمام رضای آیگا ما طالب هستیم. یعنی لوٹو کی آیه رضای. امیر ارسلان آفرین گوشت و وجه آفرینی گوشت دست پیرمرد زاهد گپتی به تخت نندین تی تاج ملک جان شاه به سر ایرکو تمام مبارک باشد گوشت سلام منعقد کو خطبه واند سکه به نام مهمونی رجت. امیر ارسلان هر سال باج و خراج مملکت جان باید به مهمونیر برسی و وقت نظم و نسک مملکت جانگا وقت درست کنته و پیرمرد سپارش بازین کتی. پس چه آسف وزیری طلبت و گشتی در تدارک روگه باید بکنی. ببین آسف وزیر عرض کو به چما دانا را به تدارک وجه مشغول بیتن و امیر ارسلان هم داسور بارگاه به امر مملکت مشغول بیت. القصه مدت 1 هفته در مملکت جان به سر برد. روز 7 آسف وزیر و بارگاه رفت عرض کو قربان با تمام سپاه حاضرین. امیر ارسلان گوشت باند صبح لشکر حرکت کنه. مامونیر خبر کتنت ماتا و گوکنیزان غلامان وتی به همراه آوردن. اثر هما روچه امیر ارسلان همه که چه بارگاه پادت مرکبی طلبت به اتفاق ملک اقبال شاه، ملک شارخ شاه، ملک شاپور، آسف وزیر و امیران با اردو ربط مامونیر و کسانی هم اتکن. امیر ارسلان حکم رحیل دا حرکتی دا سپاه در تدارک روگ
بیتم وجه شب گوست روچ دیگه سپاه کوچ کو. پیرمرد زاهد گم بزرگان مملکت جان، تا آخر خاک بنی جان، با آن همراداری کد و راشونی کد. راشونی کد وجه پیرمرد زاهد گم بزرگان مملکت جان، راشونی کد و آخر خاکاوش بنی جانه. امیر ارسلان تمام خلطی داد نوازشی کد و ترین تنتی وط گو امیران چه بیابان به بیابان رفتند، تا پس چه یک ماه به مملکت دشت پازر رستند. ملک شاپور کسی به خدمت ماتی منظر بانوی دیم داد که و خبر آید امیر ارسلان گوشت منظر بانو آچه که با ای واسطه پیشوازی لازم بیتگه، مانند تبل و علم و کرنا و نکارخانه دیگه وسایل به استقبال دیم داد. شهری هم سنبهند و ایان و اشراف مملکت به استقبال رفتن. به جلال و جبروت پیش چه حد وارد شهر پازر بیت. امیر ارسلان به بارگاه رفت. دوباره ملک شاپوری به تختا نندند. حکم سیره داتی مامونیر هم به حرم بردند. منظر بانو سر و رو آی چکتن به تدارک عروسی مشغول بیتن. امیر ارسلان یک هفته در شهر پازر ماند. شب هفتم مامونیر هما تمترا گندزگاه به یک هفته در شهر پازر برز کد. باغ پازر برد. امیر ارسلان و داماد و عروس وجه دست دادن و در نهایت همه تمام اتاق خلوت بیتن. ملک شاپور و بعد درانی بست و نشت دست مامونیری گفت و پیش کشید. وجه همه فهمد چه صورت ماهین صورت بالاخره هر دو یک دیگر چو جان شیرین در بر کشید و ملک شاپور چه آفور شمایل کام دل گرفتن. صبح به عیش و کامرانی مشغول بید تا هنگامی که عروس خلوت نشین روز چه هجله و پکا سر به در آورد. سری در نکشت وجه کسی همده داره شیم سیر کو وجه دیگه یک قسمت ها کلیم پا بالا شد. سلامت باتی وجه چیزی نمانتا دیگه زانه چینچو مانتا 48 ورق دیگه ها کتاب خلاصی. سلامت باتی الله میره الله بس شاپن شوی وشو درو باتی وجه مامونی رو ملک شاپور هم وجه سیر کو بلا ملا هندرو گار بیتن شهرگوش همه وطن شیرگویا و گلولو وزیر و مرجان جادو و درو نابود بیتن کشک بیتن و دود که نامی کشک بی وجه که ولتر مدنی شیر زانتی جنگ بی وجه کشک بیت و گار بیت وجه. سلامت باتی وجه علامتی هم دایر کنی بری واپسی نه صبح نسی نماز کنه کجا واپسی. سلامت باتی وجه 29 دقت بی. سلامت باتی الله میاره.